من دارم سعی میکنم سنگر رو نگه دارم تا شما اینجا فقط چیزی رو ببینید که به اطلاعاتتون اضافه میکنه. خصوصا مطلب امروز که دونستنش برای ورزشکارها مفید ولی برای مربی‌ها ضروریه، چون اکثرا بهش توجه نمیکنن. اونم زمانیه که وقتی میخوایم به ورزشکار حرکت‌های مثل دیپ اسکوات بدیم، اگر پای اون شخص بیش از اندازه بلند باشه نسبت به بالاتنه و یا استخوان فیمر بلندی داشته باشه، اون شخص در حین اجرای حرکت اسکوات فشار زیادی به مفاصل زانوش و به ستون فقراتش وارد میشه. ما تو سیستم وقتی آنالیز میکنیم آناتومی شخص رو، روی قسمت هایی مارک میکنیم، اندازه گیری میکنیم از قسمت تروکانتر تا مفصل زانو و تا مچ پا. مشخص میشه که فیمر بلنده در این شخص. چه زمانهای این رو میتونیم تشخیص بدیم؟ اگر سیستم ما در دسترستون نیست، آنالیزور و هوشمندی ندارید، خودتون میتونید اندازه بگیرید. اندازه پا از تروکانتر تا مچ و اندازه فیمر از تروکانتر تا مفصل زانو رو در نظر بگیرید. اگر فیمر 45%، حدوداً 45% این اندازه بود، نرماله. اما اگر بیشتر از 52% شد، فیمر بلنده و اون موقع باید راهکارهای جایگزین در نظر بگیرید. یک راهکار اینه که شما در حین اجرای حرکت اسکوات اون رو به صورت لوبار انجام بدید، یعنی میله بیاد پشت کتفتون قرار بگیره و پایینتر از شونه. و یا اینکه وزنه رو به جلو منتقل بکنید، فرانت اسکوات اجرا کنید یا گابلت اسکوات. در این حالت گشتاور لگن کمتر میشه و فشار به ستون فقرات کمتر. حالت دوم اینه که شما میتونید زیر پاشنه رو ارتفاعش رو بیشتر بکنید، حالا از هیل وج استفاده بکنید یا هر وسیله‌ای مثل دیسک وزنه 5 کیلویی کوچیک که ارتفاع پاشنه رو بالا بیارید و مرکز ثقل عقب بیفته. در این حالت شما فشار کمتری رو به مفصل زانو وارد میکنید. راهکار سوم اما اینه که اگر دیگه خیلی پا و فیمر بلند بود، بهتر دیپ اسکوات اجرا نشه، به جاش اسکوات رو تا 90 درجه زانو انجامش بدید. برای اینکه ازش اطمینان پیدا بکنید، بهتره که از باکس استفاده کنید، باکس اسکوات اجرا بکنید. و اگر این در دسترستون نبود، بهتر پاها رو بازتر بذارید، یعنی 1.5 برابر عرض شونه، و پنجه پاها رو به اندازه 20 تا 30% باز بکنید که حرکت رو ایمن‌تر انجام بدید. اینها رو در نظر داشته باشید و در اشتراک این اطلاعات با دیگران به ما کمک کنید.